سلام، من زهرا هستم. خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قراره سریال فرام رو معرفی کنیم. از اونجایی که من خودم فن این سریال هستم و خیلی پیگیرشم و دنبال میکنم، تصمیم گرفتم که یه سری ویدیو بگیرم راجب فکت ها و تئوریایی که راجب این سریال وجود داره، راجبش بحث میشه و مخاطبا راجبش نظر میدن. پس بریم سراغ معرفی و ویدیوهای بعدی، تئوری ها و فکت ها. سریال فرام توی ژانر معمایی، ترسناک، هیجان انگیز و فراتبیعیه و یه جورایی شبیه به سریال لاسته، اما یکم تم ترسناکش بیشتره. تا الان 3 فصل ازش اومده که فصل 3 هنوز کامل نشده و چند تا قسمت ازش مونده. هر قسمت حدوداً 57-8 دقیقه هست. نمرش حدوداً 7 و 9 هست. نمره خوبیه و خیلی طرفدار داره. چون از این سریال خوشم اومد، تصمیم گرفتم که این سری ویدیوها رو بگیرم. یه خلاصه ای از سریال بهتون میگم بدون اینکه اسپویل بشه. اگر دیدید که چقدر خوب و اگر ندیدید حتما برید ببینیدش. خیلی سریال خفنیه. البته که خب سریال سلیقه‌ایه و موضوع سریال یه شهر کوچیک توی آمریکا هست که مردم مختلف از جاهای مختلف آمریکا سر از اونجا در میارن. حالا چجوری؟ همه اونا مسافر بودن و وقتی که توی جاده داشتن رانندگی میکردن یهو یه درخت میبینن که بی دلیل افتاده وسط جاده بدون اینکه نشونی از طوفان باشه یا هیچی، فقط یه درخت اونجا افتاده و خب این شروع ماجرا. و یه دسته بزرگ از کلاغ که خیلی عجیب غریب و ترسناکه از اونجا رد میشه و این میشه شروع ماجرای مردمی که وارد این روستای عجیب و مرموز میشن. مردمی که به این درخت برخورد میکنن خب باید دور بزنن و برگردن و وقتی که برمیگردن هرچی از خروجی شهر میرن بیرون دوباره برمیگردن از اول و این چرخه هی تکرار میشه و اونا دیگه نمیتونن از اون شهر یا روستا خارج بشن. این خیلی بده. ولی خب بدتر از اون قسمت شب با تاریک شدن هوا یه هیولاهایی بیرون میان و تازه اینجاست که داستان جالب میشه. این هیولاها کاملا شبیه انسانن و خیلی عادی میان با آدما حرف میزنن و حتی اسمشون رو میدونن و سعی میکنن که بهشون نزدیک بشن و وقتی که کاملا به طعم نزدیک شدن یهو اونا رو میکشن. مردم شهر چجوری باید از خودشون در برابر این هیولاها محافظت کنن؟ کسایی که خیلی قبلتر توی این شهر بودن یه سری تلسکوپی کشف کردن که با آویزون کردن اونا روی دیوارای خونه هاشون دیگه اون هیولاها نمیتونن وارد اون خونه بشن مگر اینکه خودشون در رو براشون باز کنن یا طلسم از روی دیوار بیفته. اون موقع است که دیگه هیولا وارد خونه میشن و کسایی که توی خونه هستن رو میکشن. و به طور خلاصه موضوع پیرامون این میگرده که مردم در تلاشن که چجوری از این شهر خارج بشن. من سعی کردم بدون اسپویل و کاملا خلاصه راجع به این سریال توضیح بدم. بقیه‌شو خودتون میتونید ببینید. البته این چیزایی که بهتون گفتم و توی همون قسمت اول متوجه میشید. تصمیم با خودتونه که این سریال رو ببینید یا نه. به نظر من که خیلی سریال خفنیه. فقط یه توصیه براتون دارم، اونم اینه که اگر آدم کم حوصله‌ای هستید صبر کنید که این سریال کامل تموم بشه و بعد ببینیدش، چون اینجوری ممکنه که بره رو اعصابتون. ولی خب بازم سریال خیلی قشنگیه. تمام عکس‌ها و ویدیوهایی که روی این ویدیو استفاده کردم از این کانال تلگرامی برداشتم، میتونید بهش سر بزنید. تمام اخبار راجب سریال فرام رو میذارن. هر هفته هر قسمت جدیدش که میاد توی این کانال آپلود میشه با ترجمه و زیرنویس. میتونید ببینید، لذت ببرید. این بود از خلاصه سریال فرام. اگر که دوست داشتید میتونید کانال منو سابسکرایب کنید. قراره یه سری تئوری ها، فکت ها راجع به این سریال بذارم. اگر طرفدار این سریال هستی 100% خوشت میاد، پس کانالمو سابسکرایب کن. مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدید. خدافظ.